بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در مارکت میوه چاره سرسبزی، جایی که محل است، اینجا گوسفندا و بز و همچنان مواشی دیگه پرورش داده میشه، آمدیم ببینیم که وضعیت در کل فروشنده های این گوسفندا چگونه است و مال ها در کدام حدود پیدا میشه و ببینیم که مو حد اکثر قیمت های گوسفند و گاو و بز به چه اندازه است. ان شاء الله همراهی ایمان باشید. نام مبارکتون چی است؟ اکرم جان. خب این مالا گوار معمولا از کجا میارین؟ این از بازارهای شمالی میارین، قره‌باغ. خب از قره‌باغ میارین. از چند شروع میشه این گوا تا چند؟ 40,000 50,000 70,000 1 لک. هر رقم گاو که بگو از او که 1 لک است چند کیلو داره؟ او 1 لکیش میاد 40 سیر میاد. 1 لکیش 40 سیر. خب میشه که یک چند دانش نشان بتین ببینیم؟ زحمت میشه دیگه براتون. 70,000 است، 40,000 است. او اینمی که شاخ داره 70,000. خب اینش 40,000 است.